طالبان پاکستانی دو شهروند افغانستان را در منطقه قبایلی باجور به اتهام جاسوسی به نیروهای خارجی در افغانستان کشتند. این رویداد دیروز در حضور شمار زیاد از باشندگان محل در ولسوالی مومند باجور در نزدیک مرز افغانستان رخ داد. به گفته شاهدان، طالبان یکی از این مردان را به ضرب گلوله کشتند و دیگری را سر بریدند. پس از این رویداد در میان مردم نیز تیراندازی‌های صورت گرفتند که 2 کشته و شمار زخمی بر جای گذاشت. این چندمین بار است که شهروندان افغان به اتهام جاسوسی به نیروهای خارجی در مناطق قبایلی آن سوی خط دیورند از سوی طالبان پاکستانی اعدام و یا سر بریده می شوند. قاری ضیاءالرحمانی که از فرماندهان طالبان پاکستانی از اجرای این حکم حمایت می کند. ادواره چې کوم دی افغاني دی او موږ د ډمډولې د بمبار په شک کې نیولیو دا اوس وروستنی بمبار چې کوم شوی دی په دې کې دا نیولې شوی د دې نه پوره تحقیقات وشو معلومات وشو په خپل خپل باندې اقرار کړي. اما قاضی عطاالله لودین رئیس کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه بدین باور است که هر گونه اعدام باید از سوی محاکم ثلاثه شرعی صورت گیرد. شماری از باشندگان شهر کابل اجرای چنین احکامی را مخالف شریعت می‌دانند. با گفته آگاهان پس از امضای پیمان صلح میان حکومت پاکستان و طالبان آن کشور، آزادی عمل طالبان پاکستانی افزایش قابل ملاحظه یافته است.